هر یک جوانمرد از مرگ بترسد، به خاطر همین ترسیدن باید در جمعیت طرز رفتار کند که او را به نیکی یاد کنند. این است خصوصیت بهترینی هر یک انسان، یا پیر است یا جوان. ما از مرگ برای آن حاضرش نمیترسیم که فرزندام جوانند، باید ما او را به ویا برسونم. شکر خداوند میکنیم که امسال یک فرزندم در دانشگاه ملی تکنولوژی اونیورسیت شهر ولگراد داخل شد. برای تربیه همین از مرگ میترسم، میگم تا هم لحظه زنده مونم که همو را به یک درجه بردارم، بعد اصلش دست پروردگار دارم که بردارم تیارم. اصلا شخص ما از مرگ نمیترسم. دلیل من همین است که ما در زندگی عموما بسیار انسان ها را دیدیم که تلف شدن، یعنی مرگ روی خود انتخاب کردن. شخص ما برای اون خاطر نمیترسم که راهی رسیدن به اون راه سعادت و خوشبختی محض همین مرگ است. مثلا اگر ما جنت المأوا میخواهیم، پس ما باید بمیریم، دیگر راه نداریم. اگر دیگر راه میشد، پس مردم دیگر راه انتخاب میکردن. ولی اون نفرانی که مثال میگن که ما از مرگ میترسیم و چی هستن، آنها از مرگ نه، از گناه کرده خود میترسن که فرد چی گناه جواب میدن. اگر گفته های مردم را تصور کنیم، حتما میترسیم از آتش دوزخ، از عذاب‌های دوزخ، سوال جواب، بعد زیر کردن قبر میگویم و یا را تصور کنیم میترسیم. کل نفس ذائقة الموت، یعنی همه اون چیزایی که نفس دارن در دنیا چشنده مرگ هستند. برای این از مرگ ما هیچ جای هراس نداریم، برعکس باید همگان باید به روز مرگ انتظار باشیم و از این مرگ جای گریز هم نیست و ترسیدن هم جایز نیست. مرگ به هممون فرض است ولی جان شیرین است، ما میترسیم از مرگ. برایش که در دنیا هیچی کار ندارد، آینده در قیامت هر یک گناهی که در اینجا میکنیم در دنیا که باید چی جواب میتیم، در جواب دادن شده میترسیم.